بسیاری از شماها که دارید این ویدیو رو میبینید به درخواست روحتون بوده. شاید میخواستید که این ویدیو رو رد کنید، اما چیزی دروناً بهتون گفته که روی این ویدیو کلیک کن و این ویدیو رو تماشا کن. با دیدن این ویدیو قراره که از یک سری پیام‌ها و نشانه‌هایی که روحتون میخواد به شما بده آگاه بشید. در این ویدیو قراره 7 چیز مهمی رو بهتون بگم که روحتون میخواد شما بدونید و ازش آگاه بشید. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باش تا از این 7 موضوع آگاه بشی و پیام هفتم رو اصلا از دست نده، چون مهمترین پیامه. همچنین اگر دوست داری که راجع به مسائل ماورایی و متافیزیکی هر روز آگاهی به دست بیاری، حتما چنل رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. ما انسان‌ها فکر می‌کنیم که مجموعه‌ای از تاریخ، چهره‌ها، تجربیات، عقاید، تعصبات، فرهنگ‌ها و باورها هستیم. اما حقیقت اینه که ما فراتر از اینها هستیم. درست در هسته درونی ما روح ما نهفته است. و این یعنی که ما قبل از اینکه جسم باشیم، قبل از اینکه تمامی این موارد مادی رو داشته باشیم، ابتدا روح هستیم و دارای بعد روحانیم. روح تمامی ما جاودان هست، اما ما تماما داریم به این جسم فانی توجه میکنیم و فقط مسائل مادی رو داریم در نظر میگیریم و اصلا از بعد روحانی و نیازهای روحمون آگاه نیستیم. همونطور که گفتم در حقیقت ما روح هستیم و برای تجربه زندگی زمینی و انجام مأموریت لباس جسم رو پوشیدیم و وارد این زندگی شدیم. اما به خاطر یک سری مسائل ما همیشه روحمون رو جدا دونستیم و خودمون رو فقط یک جسم میبینیم، چرا که به ما آموختن که فقط در دنیای ایگوها زندگی کنیم. اولین پیامی که روح شما میخواد بهتون بده این هست: شما فقط یک موجود فیزیکی نیستید. همه ما ابتدا خودمون رو یک موجود فیزیکی میبینیم و بعد فقط معتقد هستیم که موجود روحانی نیز هستیم، که البته بسیاری هنوز به این موضوع هم اعتقادی ندارن و میگن که چیزی به نام روح وجود نداره و ما صرفاً موجوداتی فیزیکی هستیم. روح ما خود معنوی ماست و دائما برای ما پیام میفرسته تا ثابت کنه که ما موجودی روحانی هستیم که فقط برای مدت کوتاهی تجسم انسانی داشتیم. خود معنوی ما یا همون روح ما همیشه ما رو راهنمایی میکنه. برای مثال اگر قرار اتفاق ناخوشایندی بیفته، از طریق خوابمون بهمون نشانه میده یا حسهایی رو درونمون ایجاد میکنه و این موضوع میخواد بگه که روح شما آگاه به شماست، آگاه از تمامی شرایط شما و هر لحظه میخواد این موضوع رو به شما بگه که شما فقط یک موجود فیزیکی نیستید، بلکه دارای بعد روحانی هم هستید و در اصل روحی جاودان هستید که برای تجربه یک زندگی زمینی و انجام مأموریت و رسالت خودش به این دنیا اومده. دومین پیامی که روح شما میخواد بهتون بده این هست: کائنات عاشق شماست و شما رو دوست داره. جهان هستی عاشق شماست. ممکنه که همین الان همچین حسی رو نداشته باشید، اما همیشه و در همه حال تمامی مخلوقات عاشق شما هستن و در هر لحظه مراقب شمان، چرا که روح شما عشق خالص الهی هست. تک تک اعضای بدن شما از عشق ناب الهی ساخته شده. شاید با خودتون فکر کنید که فقط برای بدبخت بودن به دنیا آمدید، اما به هیچ وجه اینطور نیست. شما برای تجربه یک زندگی زیبا به دنیا آمدید. شما بخشی از خالق هستید، خالقی که دوست داشته خودش رو در تجسم شما زندگی کنه و تجربه کنه و به کمال برسه. پس شما در نهایت خود خالق هستید، یعنی عشق ناب، و به این ترتیب همه جهان هستی عاشق شماست. سومین پیامی که روحتون میخواد بهتون بگه این هست که ذهن شما دروازه روح شماست. شما از طریق ذهنتون به ویژه ضمیر ناخودآگاهتون هست که ارتباط مستقیمی با روح خودتون دارید. وقتی سکوت و سکون رو تمرین میکنید، وقتی شروع به کنترل نفس خودتون میکنید، ذهن شما پیوند پاکتری با روحتون پیدا میکنه. در حال حاضر اکثر انسانها پیوند ضعیفی با روح خودشون دارن.
چون دائما ذهنشون مشغول چیزهایی که اصلاً اهمیت ندارن، مشغول مسائلی که صرفاً وظیفه دارن شما رو کنترل کنن تا پیوندتون رو با روحتون رو کاملاً ببرن و از بین ببرن. 4مین پیامی که روحتون میخواد به شما بده این هست که انرژی ذهن شما جادوییه. وقتی به انرژی ذهن خودتون دست میزنید و سعی میکنید ذهنتون رو کنترل کنید، ارتباط عمیق‌تری با روح خودتون برقرار میکنید. در این صورت هر چه رو که بخواید به راحتی میتونید جذب کنید و به دست بیارید. ما میتونیم ذهن خودمون رو با کمک روحمون تربیت کنیم تا در دنیایی که اکنون زندگی میکنیم تجربه بهتری داشته باشیم. ما در مواقعی که احساس پوچ بودن، دلسردی و ناامیدی میکنیم معمولاً به این دلیل هست که فراموش کردیم واقعاً چه کسی هستیم و چه هستیم. ما فقط بازدید کنندگانی هستیم که داریم از این زندگی زمینی گذر میکنیم و همه ما این موضوع رو از یاد بردیم. 2 از بهترین روش هایی که کمک میکنه شما صدای روحتون رو بشنوید، تقویت شهود و انجام مدیتیشن هست و فقط کافیه که این 2 مورد رو در خودتون تقویت کنید. با مدیتیشن کردن میتونید از جادوی درونتون بهره مند بشید. 5مین پیامی که روحتون میخواد شما ازش آگاه بشید این هست که مرگ پایان کار نیست. روح شما پس از مرگ ظاهر انسانی خودش رو کنار میزنه و به دنبال کسب تجربیات دیگه میره و زندگی زمینی و زندگی الان شما صرفاً یک تجربه برای روحتون هست که ما رو به سمت دانش و تجربیات دیگه‌ای میبره و کمک میکنه که بالاتر بریم و به راحتی به زندگی‌های بعدی وارد بشیم. روح شما جاودان هست و مرگی برای اون وجود نداره. 6مین پیام مهمی که روح شما میخواد بهتون بده این هست که شما بخشی از یک آگاهی جمعی هستید. شما تنها نیستید و بخشی از مجموعه ارواح هستید. انرژی شما دائما در شما جریان داره و شما تا زمانی که زنده اید نیاز نیست احساس تنهایی بکنید. شما فقط زمانی تنها میمونید که در دنیای ایگو گیر کرده باشید. شما باید این رو بدونید که شما یک خانواده نامتناهی از ارواح رو دارید. و اما 7مین پیام روحتون، واقعیت یک توهمه. متاسفانه اکثر ما واقعیت رو همین زندگی زمینی میدونیم و در تله ایگو گیر افتادیم و اونچه که بهش باور داریم صرفاً یک توهمه. پس باید از این موضوع آگاه بشید که تنها چیزی که حقیقت داره عشق هست. تمامی این غم‌ها، این فشارها و افکار تله‌ای هستن تا نذارن شما به حقیقت زندگی پی ببرید. تا نذارن شما روحتون رو، خود معنویتون رو پیدا کنید و فقط در پی این هستن که شما رو برده خودشون بکنن. فقط کافیه که آگاهی خودتون رو بالا ببرید و ارتباطتون رو با بعد معنویتون، با روحتون برقرار کنید تا از این توهم خارج بشید و حقایق و واقعیت ها بر شما آشکار بشه. چون آگاهی تنها راه آزادیه. پس با آگاه شدن و مطالعه و مراجعه به درونتون خودتون رو از این تله ها آزاد کنید تا از چرخه تناسخ تکراری خارج بشید. دوست عزیزم، هیچ وقت این رو یادت نره که فقط برای تجربه این زندگی زمینی به این دنیا اومدی و قطعاً رسالت و مأموریتی داری که اگر اونها رو انجام بدی و درس‌ها و کارماهات رو بگیری و پاس بکنی، میتونی از چرخه تکراری تناسخ خارج بشی تا مجبور نشی که دوباره همین شرایط رو در زندگی بعدی زندگی کنی. خیلی ممنونم از همراهیتون. اگر دوست دارید که راجع به مطالب متافیزیکی آگاه بشید، پیشنهاد میکنم که حتما چنل رو سابسکرایب کنید. زندگیتون غرق در عشق و نور الهی.